یه دقیقه بیا جلو. داشتم مطالعه میکردم و واقعا محو مطالعه و مطالب کتاب بودم. ناگهان یک سری فکرهایی به ذهنم اومد که ما بهشون میگیم فکرهای مزاحم و مزاحمت ایجاد میکنن در زمان مطالعه و باعث میشن که ما نتونیم مطالعه رو به خوبی یاد بگیریم. من این تنها مشکل من نیست، مشکل خیلی از افراد مخصوصا دانش آموزان و بالخصوص در زمان امتحانشون هست. حالا برای حل این مشکل باید چیکار کنیم؟ برای حل این مشکل ما یه دفترچه ورمیداریم، فکرها و مطالبی که مزاحمت ایجاد میکنن برای ما یادداشت میکنیم. بعد از اینکه یادداشت کردیم دفترچه رو میبندیم، میذاریم کنار، شروع میکنیم به مطالعه کردن. بعد از اینکه مطالعهمون تموم شد، امتحانمون تموم شد، میریم سراغ این فکرها و شروع میکنیم اونا رو مورد بررسی قرار دادن و اونا رو برای خودمون حل میکنیم. بعضی از دانش آموزان میگن که ما این کار رو انجام دادیم ولی باز این فکرهای مزاحم دست از سر ما بر نداشت. باید چیکار بکنیم؟ اون موقع زمانیه که باید کتابو ببندیم، دفترچه رو باز کنیم، فکرهای مزاحم رو بررسی کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن که آسیبی به درسمون، به امتحانمون، به مطالعهمون وارد نشه. کاملا حلش بکنیم و بعد از اینکه حل کردیم دیگه سراغ این دفترچه نریم. کیفتون کوک.